من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. میخوایم که برای ما بگویید که کدام موضوعات را در این برنامه زیر بحث قرار میدید تا بتوانیم توسط آن موضوعات همان تزکیه یا اصلاح نفسی که گفتین یا رسیدن به زلال ایمانی که هدف اساسی این برنامه هست رو به دست بیاریم. ما انشالله باید در این باب شروع بکنیم از موضوع بحث ایمان و معرفی ایمان که ما بفهمیم که اول اصلا وقتی که ما ایمان به الله تعالی رو صحبت میکنیم رابطه ما با الله تعالی باید چطور باشه. ما اصلا اول الله تعالی رو باید بشناسیم، نشناختیم. ما قدر الله حق قدری. الله تعالی میفهمه اونگونی که شایسته الله تعالی است بشناسنش، نشناختنش. ما باید الله تعالی رو در خلال صفاتش، در خلال عظمتش، ربوبیتش، الوهیتش ما باید بشناسیمش. ما باید الله تعالی، یکی از دلایل اینکه ضعف ایمان ما عدم شناخت کامل الله تعالی است. ما هرچی الله تعالی رو بهتر بشناسیم علاقه ما بهش بیشتر میشه، محبت ما بهش بیشتر میشه، رابطه ما باش بیشتر گرمتر میشه، ما ایمان ما خود به خود تقویت میشه. بعد از الله متعال که خود الله متعال باز ما رو امر کرده به موارد دیگری که اونها رو هم باید در بحث ایمان ما مد نظر بریم، ما باید رابطمون با اون نیروهایی که الله متعال دور و بر ما قرار داده از ملائکه باید رابطمون رو با اونها تجدید نظر کنیم. نیروهایی هستن که الله متعال فرستاده، اونها رو فرستاده برای ما، اونها رو فرستاده با ما هستن. هیچ انسانی تنها نیست، در هیچ شرایطی تنها نیست. ملائکه با او هستن، کرام الکاتبین با او هستن، ملائکه حفظه برره با او هستن، کسانی که از حفظ میکنن، ملائکه دیگری هستن. اینها نیروهایی هستن، اینها موجوداتی هستن، اینها ذاتهایی هستن که ما باید اینا رو بشناسیم که آثار آشنایی با اینها، نحوه تعامل ما با اینها، رفتار ما با اینها، اینا همه در وجود ما، در ایمان ما تاثیرگذاره که ما بدونیم که کجا زندگی میکنیم. اصلا دید ما نسبت به دنیا باید یک دید جدید باشه، دید ما نسبت به اطراف باید تفاوت پیدا بکنه. ما در بحث شناخت ماحول خودمون ما باید نسبت به موجودات، نسبت به برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. همه این موارد رو شناخت الله متعال، شناخت فرشتگان و ملائکه، شناخت بیشتر پیامبران الهی و اون چیزی که به درد ما میخوره در بعد ایمانی که ما چطور ایمانمون مثل انبیا باشه، چطور میتونیم به این درجات برسیم. اونها الگو هستن برای ما. هیچ وقت ما شاید به اون درجه نرسیم اما تلاش بکنیم که از اونها یاد بگیریم، چطور میتونیم از زندگی اونها در تجدید ایمانمون ما استفاده بکنیم و مثل اونها باشیم، مثل اونها زندگی بکنیم. در موضوع تعامل ما با کتاب‌های آسمانی، علل خصوص در قرآن کریم، با رابطه ما با قرآن کریم، تاثیر ایمان ما، چه تأثیری بر ایمان ما در قرآن کریم، در این باب بیشتر صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. ما در موضوع بحث قضا و قدر الهی که نقش بسیار مهمی در بحث ایمان ما داره، قضا و قدر، آنچه الله متعال برای ما مقدر کرده چی هست، چطور باید رابطه داشته باشیم، چه نقشی در ایمان ما داره. در موضوع آخرت و بحث قیامت، در بحث مرگ، در بحث بهشت و دوزخ، مسیری که پیش رو داریم. شناخت اینها و تأمل این، تفکر در این موضوع خود به خود ایمان ما رو اصلاح میکنه. این از مواردی هست که ما در بحث ایمان باید بهش بپردازیم. همه این موارد علاوه بر این موارد، آنچه که سبب تزکیه نفس ما میشه، آنچه که ما رو تربیت میکنه، ایمان ما رو به ایمان ما کمک میکنه، مواردی که سبب میشه ما ایمانمون تقویت بشه روز به روز، مواردی که ایمان ما رو تحت خطر قرار میده و ایمان ما رو مورد هجوم قرار میده، اینها رو ما باید بشناسیم و از اونها سعی بکنیم که خودمون رو برحذر بداریم و یک ایمان خالص، ایمان ما مثال هایی خواهیم داشت حتما ان شاء الله از انسان هایی که ایمان اونها برای ما الگو هست، برای ما ملاک هست، و واقعا بفهمیم که آیا ما در ایمان به اون درجاتی که از ما خواسته شده رسیدیم یا نه، در خلال مقایسه خودمون با اون افرادی که از انبیا هستن، از اولیای الهی هستن، حکایت های اونها، داستان های اهل ایمان
که برای ما درس است در قرآن کریم و در روایت‌های ثابت و در تاریخ صحیح آنچه که برای ما رسیده. همه این موارد رو انشاءالله حول همون محور تزکیه و خودسازی و اصلاح برای دست یافتن به یک ایمان خالص و اون زلال ایمانی که انشاءالله هدف ما هست، انشاءالله در این برنامه بیشتر و بیشتر مطرح خواهیم کرد انشاءالله به امید الله تعالی. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان اغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني